عشق اینقدر خطرناک است، اینقدر جنایت است که به انتحار منجر میشه. انتحار هم خودکشی رو میگه که به خاطر عشق خود میکشی، به خاطر دنیا خود میکشی، یعنی میره انتحار میگه. ما میگیم انتحاری، انتحاری اینه خدا کشت، خدا تیل پترول میپرته، حتی گفت زهر میخوره، دوای موش میخوره. چرا خدا ما میخوایم که فلانه بچه عروسی کنم، یا اینمی یا این خودم میکشم، در دریا خودم میپرته، در دار خودم میزنه. خدا ویزان میکنه در اسپان بیش از 1000 دختر. سببش چی است؟ ولنتاین و عشق حرام. یک گناه دیگه گناه را کشف